طرف خویش نکم. مرا تنها نگذار، همش رو با تو میفهمونم. چی دوست نمیداری او رو؟ از همین سبب بعد یک دو روز توی میکنه. گوش کنید، شما نمیدونید داملازیا بسیار انسانی خوب است، اما چی؟ از همین سبب او رو دوست نمیداری؟ برای داملا بودنش؟ مگر این خیلی ممکن است؟ من هیچ این خیلی فکر نمی کنم، اما درباره دوست داشتنی داملا باری هم فکر نکردم. از کجا دانم آخر؟ شاید ما موافق نیستیم. این روین موافق نبوده است. یافتی خونو کتر گل حالا ایست. تنها این نیست البته، چیزی هست که به شما فهمانده نمیتوانم. این سیر است. سیر؟ چهل سیر؟ سیری آیله داری؟ آخر از دو سر بین من و داملازیا دایم یک مسافه هست. یک دیگر را دوست نمیداریم، تنها حرمت میکنیم. حرمت میکنید نه؟ تنها برای حرمت کردنتون توی میکنید یعنی؟ ما فتیه نمیکنیم. کی هست آجا؟ یکی انگلیس باشد، یکی مرازیده باشد، یکی داملازی باشد. یا خدای من چی کار کردم؟ در اطرافمون هیچ کس نیست. زاغی سیاه، من بسیار میترسم باز یک کس ما رو نبینه. شما روید در یکان جای دیگر ما میخوریم. ملش لازم نیست خانم زهرا، من و اینجان تنها برای با شما خیر خوش کردن آمدم. برای خیر خوش آمدید؟ التماس این خیل نکنید. گوش کنین، وضعیت رو مشکل تر نکنید خانم زهرا. شما عرض شونده داملازیا می باشید و حتی به نزدیک اولادار می شوید. اقلا لیقابتون رو برارید، یک بارویتون رو بینم. این لازم نیست. خوب شما مرا از یادتان برارید. با شما خوشبختی خواهانم خانم. زاغی سیاه رفت. زاغی سیاه. داملازیا با من موافق نیست. این نیست، آن نیست. گویا که زیاد در حق تو مرده باشد. یکو کسی ده باشد عجبا.
این شب چی بود؟ زهره آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش، آرام باش. آرام. اگر ملیس میدید همه رو آوازا میکرد. زیو جان، دوملا زیو که خوب کرده است، چون که سحر باید نماز خواند. خوب نکرده است، خوب کرده است، خوب نکرده است، خوب کرده است. بله. آی، یکو کسی نگردیده باشه چی؟ نه من این شب رو به تو گذرانیده نمیتوانم. سلین جان خفه نشو. الو سلیم بسیار عذر میخوام که تو رو از خواب بیدار کردم، اما زورو جان چی بود؟ خواب بودم. سلیم جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. مایلش عزیزم پگاه میایم. سلیم جان عاجلا به اینجا اومدنت ضرور است. بعضی چیزهای مهم رخ داد که ما باید به تو بگویم. خواهش میکنم زودتر بیا. مایلش حاضر میایم. زودتر بیا جونکم. خیر این جوان ما رو پایده ایستاده است. خدا شگفت است. هی سمی، تو مگر اونقدر با عقل هستی که من رو پای میبری؟ سمی یوسف، شما در اینجا بودید دوملا؟ از سببی که من در اینجا کار میکنم وقتی من رو در اینجا دیدنتان باید حیران نشوید. شما تنهای دوملا؟ نه تنها نیستم، خدا با من است انشالله. با فکرم نماز خونده ایستاده بودید، ناراحت کردم، بخشش زیاد. آقای سمی با فکرم شما شخصی نماز خون رو هیچ ندیده اید مگر من نماز خونده ایستادم. چی وای بخشش چی کرده ایستاده اید؟ تسبیح گردانده ایستادم. تسبیح گردانده ایستاده اید دوملا. بخشش زیاد، من به اجازه در اومدم. آقای سمی و اینجا با اجازه نمیده روی انداخید و اینجا آدمان به اجازت کدام وقتی که دلشون خواهد میده روی. بخیر است، کدام شامل شما رو با اینجا آورد؟ بخیر، در اصل من یک رفیقم رو دیدنی اومدم. برای دیدن یک رفیقتان اومدید؟ چه خیلی رفیق است؟ برادری نقابدار. نقابدار؟ با خدا آقای سمی اگر خطا نکنم شما با جای خطا اومده اید. در اینجا یگان نقابدار نیست، با اینجا آدمان با نقاب نمی آیند. کسی که با اینجا با نقاب آید نقابش رو کشیده می در آید. دوملا شما مرا خطا فهمیدید. من درباره نقاب غیر ریالی گپ نمیزنم، درباره نقابی گپ میزنم که با دست بسر میکشم. با خدا آقای سمی در جماعت ما شخصی نقاب پوش نیست. خدا توبه، آدمی نقاب دار. لیکن من باره اول از شما میشنوم. شما این رفیقتان رو در کجا گم کردید؟ آخر من پای برده ایستاده بودم. دوملا اینجا یگان برآمدی دیگر دارد؟ یا توبه، درآمد و برآمد انا همین در است.
یا خدای توبه، آخر در آمدنش رو دیدم و پس معلوم شود که خطا دیده اید. چه خیلی که میبینید در اینجا بغیر از من دیگر هیچ کس نیست. یا خدایا، در یک لحظه کجا گم شدیم؟ دامولا خفه نشوید، برای ناراحت کردنم با شما عبادت های خوب خواهانم. شب خوش. شبت خوش. روباه مکار. آقای سمی دوستم، من مراق کردم. خوب تو چی خیل است؟ براحت خوب کردم میتوانی؟ این رفت نقاب دارد رو از کی بود تعقیب میکنی؟ چی خیل؟ نه داملو، نه من خوب هستم، احوالم عجیبه. نه خوبم گفتن خیلی بپرگویی نکن. وقتی که این خیلی از روی حسیات ها دلشکسته میشویم، این خیلی ناکامی ها روح میدهند. معلوم است که دلشکسته شده. چی شد سمی؟ سلین گپتا نگرفت؟ سلین؟ آخر این خیلی نکن. من میدونم که نسبت سلین چی حسیات داری. چی خیلی حسیات زیاد لا سلین؟ چونه نگوی سمی. زهرا سلین رو با تو یک جای نکرده ایستاد. از کجا برآورده زیاد لا؟ یکون علاقه نداره. سیلین مثلی مقبول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ زیاد در اصل از کجا برآوردی نمیدونم، مگر زهرا به تو گفتم؟ نه، وقتی که تو درباره رفیق نقاب دار گپ زدی من برای این موضوع رو توضیح دادم. حالا خوب هستی؟ کمی سردارم شدن؟ میگذارد؟ همه اینها میگذارد. چی میگذارد دامالا؟ تو چی میگویی؟ من نفهمیدم. دوستم تو خواطر نشو، واهمه نکن، آرام باش، میلش همش میگذارد. اگر لازم باشد من با تو دعا میخونم، اما پیش از این تو رو به بیمارخانه برم. نه زیادلا، من بیمار نیستم، بسیار خوب هستم. زاغی سیاه هست کو و تمام محل درباره او گپ میزند. من او رو دیدم. یا خدای توبه، این زاغ سیاه رو همه میبینن، یک من نمیبینم. چه خیلی در کجا دیدی؟ چه خیلی دیدی؟ نمودش خیلی است. دامولو بعد میفهمونم. میلش خیلی شبای خوش. شبات خوش. زهرا باز به من درو گفتی ها؟ ای سلین، ای سلین چی کار کرده ایستاده؟ خوب دارم، برخیز از خوب. زورو ایست، من بسیار موندم. 5 دقیقه چشمونم رو میپوشم بعد میخیزم. ای سلین گوش کن، مرا اول فهمون بعد خوب کن. زورو جون تو فهموندن گیر، با خودم من گوش میکنم. زاغ سیاه آمد. چه خیلی یعنی؟ حیران شدی ها؟ بله خیر آمد آخر. سلین باری اول از نزدیک با خوردیم، صحبت کردیم. خیر زاغ سیاه به تو همه چیز رو میفهمونم گفتم. همش رو فهموندی همین طور؟ قسمت چی معنا دارد؟ این خیلی قسمت یعنی مجبوری اویله دار شدنم رو فهموندم با داملازیا. خیر بعد خیر و خوش کرد رفت. ها چه؟ سلین من به تو میگویم که زاغ سیاه آمده بود، بعد از اون خیر و خوش کرد رفت میگویم، تو باشه ها میگوی دیگر هیچی نمیگویی. من دیگر رو نمیبینم. به خدا زورو جان نبینی بسیار خوب میشود برای تو، اینش بهتر است. توبه توبه. اما من باید بدونم که او کی است سلین. شاید این عشق حقیقی من است. سلین وقتی که ما در روی حولی گپ زده ایستاده بودیم کسی ما رو دید. چی؟ یک صدا شنیدم. میلیسیو که داملازیا بودنش رو نمیدونم، لیکن اطراف رو دیدم هیچ کس نیست. اگر داملازیا باشد وضعیت رو میفهمونی، اون میفهمد و خواب میشود. اما اگر میلیس باشد میموریم. اگر یکی میلیس می بود که همه را آوازه میکرد. یکی داملازیا باشد. با خدا این رو باید در وقتی با زاغ سیاه گپ زدن فکر میکردی خانمی کوچک. باز در عرفه فاتحه. فاتحه؟ تو نمیدونی البته چی ها شد. بابایم وقتی که استولین در برای زاغ سیاه آوازه ها رو فهمید در حال فاتحه میشود گفته مرا تنبیه داد. اینه بعد از این باشد نکاح میکنید میگوید. زهرا یکی در حولی دیگر کس شما رو دیده باشد. شاید این باشد. مگر بوده نمیتواند؟ او بوده میتواند. بوده نمیتواند. نه او بوده نمیتواند. تو نگر میدید مثل دخترش
خونه را به پایش میخیزم. خیر نباشد دومولوزیو است. ای خدا نشانه دهده. زورا جون اگر یگون کس دیگر میدید خوبتر نمیشده؟ ای تو چی گفتن میخوایی؟ روی شد بگو. با فکرم زورا جون باید سهر پیش از همه با دومولو گپ زنون کنی. شاید یگون چی دور دیده است. فهمیده است. خوبم اومده ایستاده است. توبه گربه بوده؟ گربه بود. ها گربه است گربه. این زاغ سیاهش کیست؟ چرا نقاب میپوشد؟ اگر زورو دومولوزیو رو دوست ندارد چرا اویله‌دار میشود؟ چرا زورو گفت که برای اویله‌دار شدن مجبورم؟ چی جای مجبوریش است آخر؟ اینجا چی ها شده ایستاده است؟ من همی دختر کجای دیدگیم هیچ در یادم ناآمده است. کی باشه؟ برادر چی شد؟ از رویت گل میبارد؟ بخیر است؟ کارها برات گشته؟ دروغ گفته است. دروغ گفته است؟ چی دروغ گفته است؟ گفته بود که سیلین رو با سمی دوست کردنی. همش دروغ بوده است. سیلین رو با کی توغری میکرده است؟ با تو. به خدا؟ آها در اصل دختر زیبا است، اما من این خیلی دختری سبزینه خراب رو دوست نمیدارم. دختر باید کمی فربه باشد، سفید روی باشد، آغوشش گیری. شوکت برادر من گپهایم رو به خودم میگیرم. مدام وضعیت این خیلی است. من ینگه زهرو رو در اشاق سمی دیدم. به این چی میگویی؟ من هم نمیدونم. این رو پاکو از او میپرسم. مایلش این پرابلم ای شما، من کار ندارم. همین دختر هم میشناسی برادر؟ شکیره. منم گفتم که همین زن رو کجای دیدگیم. زن یک فوتبالیست هم. این حال را بین. در حقیقت از خانه رانده شدم. در این 30 سال حیاتی بزنی دارم. هیونال تو مگر با این حال گرفتار میشدی ها؟ جواب ده زنک جان. بیا جواب ده زنک جان. جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده عزیزم. با تلفن جواب ده. چرا جواب نمیدی؟ جواب ده. تا کی از فرزان بکشم؟ ای بس آخیر. بس تو با کدوم رو به من زنگ میزنی اونالا؟ زنک جان تو ابرویمون رو به زمین زدی، ما رو شرمنده کردی، قهرمانی ساخته برامدی. حیف بر تو. اما زنک جانم، من رو زنک جانم نگو. گوش کن عزیزم، تو را بسیار دوست میدارم. من به تو زندگی کردن نمیتونم. زنک جان، جانکم خاموش کرد. آه لوینت، آه کلتکیلاس، مرا ماو کردید احمق ها، ماو کردید. حیات آینه داریم را ماو کردید. قاتل آینه داریم شمایید. آه لوینت درا. ممکنه که چی میگویی؟
عریضه از قربان اومدنم سردارم، حقتون را حلال کنید. در جای پیشنم رفته کار میکنم. راو کجای میروی براو؟ آیلم از پوش تو مم شده ایستادن. فهمیدی؟ خداوند نگهبان تو باشه. با خدا میرم. سلام، روز بخیر. من هم برای صحبت کردن به نزد شما آمده ایستادم. همین خیر. من هم آمدم که با شما صحبت کنم. همین خیر. خیر، شما اول گپ زنید. نه، اول نوبت زن. نه، مگر این خیلی ممکن است اول شما. نه، ما زنها را حرمت بکنیم. دومولو، مرحمت. نه، اول زن بعد مرد. مرحمت. نه، آخر شما دومولو هستین. مرحمت. از روی احترام. بازار سیاه یک جای بودی خوب بودی. مداملاها حرمت بود است. مگر خیلرواز خانم زهرا اول نوبت خانمان است. کسان آخر بعد میگویی که به من دومولا ناحرمتی میکنی. مرا محلگی ها چی میگویند؟ دویم همین خیل میگویی. مرحمت، من شما رو حرمت کردم. گپ زنید. نه، اول شما. سرم رو ویران کردی. گپ زدنی، گپ زن آخر. این را بین، حالا هم خاموش است. سبولت رو خوردی. گپ زن آخر. حالا ایست تو. مالش من مرحمت. شما اما من آخر گپم را نبرید آخر. بخشیش مرحمت گویید. اجازه دهید میفهمونم آخر. یا خدا، اما من هم همین رو بگویم. باز گپ میزنم گپم را باشه میبرید. جوانان چی گپ است؟ چرا بحث میکنید؟ سنیل که مالکم شود اینجا. او در بین جنگ زن و شوهر نباید بروم. میرونم. خیر میلش، من رفتم. دومولو، در اینجا صحبت کردن نمیتوانیم. اگر خواهید در یکون جای دیگر صحبت میکردیم. درست، با یکون جای دیگر میرویم. مرحمت. اول شما مرحمت کنید. نه، اول زنها. پیش درو. امروز شما با دست چپ خیستید. مرحمت کنید. خدایا. بله دومولو، شما رو گوش میکنه. زهرا، برای شنیدن گپای من تیارید؟ تیارم. مرحمت. انا اون قهرمانه که با شما معقول است کن. دومولو، من به شما گفتم بین ما یک مناسبتی وجود نداره. نامش چی بود؟ سیاه؟ زاغ سیاه. ها، به نام الله زاغ سیاه منم. چرا میخندی؟ با خدا که منم. ناممکن است. چخیل ناممکنه؟ چخیل ناممکنه؟ نبین همون قد باید همون اندام زاغ سیاه منم. فهمیدی مرا؟ زاغ سیاه از شما بسیار فرق میکند. کجاش فرق میکند؟ زیبایی او دیگر است دومولو. قد و بستش بسیار زیبا است. با نام الله زهرا زاغ سیاه منم آخی. چی میخندی؟ این ناممکن است دومولو، ببخشید. منم ای دختر، منم میگویم شخصی که با تو معقول است این منم. بس از زاغ سیاه هم منم، با تو عاشق هم منم. گفتم و خلاص شدم. چی میخندی؟ یا توبا، چه زاغ سیاه با تو معقول است؟ همون آدم من هستم. و خدا منم. گوشم. بله دومولو، شما رو گوش دارم. چیزی گفتنی بودید دومولو؟ خانم زهرا، چرا با من دروغ گفتی؟ من چه دروغ؟ من به شما دروغ نگفتم. دومولو، یا که دینشم در روی حوله شما بوده؟ دومولو، من لطفاً اول یک بار مرا گوش کنید. بین من و زاغ سیاه یگان مناسبتی نیست، تنها یک صحبت کردیم. گوش کنید. پیش از خانم زهرا، از کجا برآمد این زاغ سیاه؟ آخر شما دیگر با او نمیخوردید کنی خودش چی گفت؟ گوش کنید خانم زهرا، الکی وقتی آن رسیده است که خودتان را اصلاح کنید. از یک طرف به گوشم آوازه ها درباره زاغ سیاه می آیند، از طرف دیگر ماجرای با سمی داشته اتان. دومولو، ما با سمی یگان مناسبت نداریم.
چند بار به شما گویم این رو؟ سلین رو با سمی دوست کرده نبودید که این خیلی گفته بودیدن؟ این دروغ است. مرش من دروغ گفتم. اما شما چه خیلی که فکر میکنید آن خیلی نیست. داملو با من باور کنید. نه زهرا، در حقیقت من اکنون با شما هیچ باور نمیکنم. داملو جان گوش کنید، به سمی پول قرض لازم بود. خیر، من باشم به او قرض میدهم گفتم، او باشد از خرسندی مرا با آغوش گرفت. همین قدر تمام. خدا توبه، برای آغوش کردن چقدر قرض داده که این کار را کرد؟ $500,000. چی؟ $500,000؟ خانم زهرا، در کیسه ما یک تین نیست، اما تو دلارها رو به کسی دیگر میدی ها؟ آدم تنها با دوست داشتهش اینقدر پول رو میدی. داملو من به شما 1000 بار گفتم با سمی تنها دوست هستیم. چرا فهمیده نمیتوانید؟ تنها دوستی. متاسفانه باور نمیکنم زهرا. باوری که به شما داشتم شکسته شد. در فاتحه هم اگر این فعل کردنی باشه کی میداند بعد اوله دار شدن چه ها رخ میدهند. خفه نشوید، من بازیچه شما نیستم. این بازی رو خاتمه میدهم. یا تو چی ها گفته ایستاده؟ شما مرا هیچ نشناخته. این چه خیلی گپ است. بازیچه شما. من نمیگذارم که کسی در شرف من چنین گپ زند. اگر در اصل چنین باشد به فکر من تمام شدن این بازی خوبتر است. ای بس. خانم زهرا، یک روز برای سردی خوش کنید. زهرا چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یک طرفی است، من در رویم. داملو کمی آرام شود بعد گپ میزنید. کار تو چی؟ استشان تفشب احمق. چرا زهرا رو غمگین کردی احمق؟ یا اینکه زهرا رو سخت پرسپوس کردی؟ گوش کن ابله، از زهرا دور شو، نباشد او حالت را بد میکنه. روز بخیر. اشتویتان خوش آمده داملو جان. خوش باشه. روز بخیر. خوش باشه. داماد چی شد برایت این خیل؟ بخیر است؟ نه، کمی خون خوردم به فکرم. چیزی نیست، کمی ناراحتم. اما با احتیاط باش در وقتی تو این خیل بیماری ها نشوند. میگذرد البته. خیر چی کردید؟ چی رو چی کردیم؟ توی را با زهرا یگان توی خانه را جستجو کنید آخر. روزهای نزدیک پیدا میکنیم البته. میگویم که تمام خویش و دوست و اقربا را دعوت کنیم اوای مانند چه گویم یگان چیزی عادی نباشد، یک جایی باشد که برای دعوت شدگان بسیار زیبا باشد. بله جناب، بله. دامولوزیو مصرف رو شما فکر نکنید. چخیلی که میدونید فاتحه رو از طرف دختر دار میکنند. راحت باشید. تولین زنو چخیلی که گفتم بسیاری میشویم. برای شما برای این یک مکانی زیبا میابیم. ما یک عائله کلان هستیم. در اصل جناب من این خیل کارها رو آنقدر نمیفهمم. زهرا چیزی گوید قبول است. پدر جان یک دوستی من تشکیلاتچی دعوتی توی ها می باشد. اگر اجازه دهید فاتحه زهرا را من به عهده میگیرم. تو با این عائله داری زید بودی، چی شد ناگهان؟ مگر این خیل می شود در حالی که شما هستید، در حالی که دامولوزیو و زهرا یکدیگر رو دوست می دارند. گپی من مگر قدری دارد؟ یعنی من آخر زهرا رو فکر می کنم.
бечора духтарак ятиму бепарастор калон шуд. бовар кунед хурсандии ӯро монанди шумо ман ҳам мехоҳам. бисёр хуб гап задед. саломат бошед. ҳалеро ҳам даъват кун, ӯ ҳам ёрдам кунад. майлаш як ҷоя як ташкилӣ зебо кунед. майлаш падарҷон. модар барои зуҳроро хонадор кардан чӣ корҳое накардед? агар шуморо ҳам мешинохтам бовар мекардам ки ба зуҳро хубӣ мекунед. мелис духтарам, ту чӣ сода ҳастӣ? ақлатро кор фармо. баъд аз фотиҳа тӯй мешавад. вақте ки зуҳро оиладор мешавад, ҳама ба дасти ту мегузарад. майлаш ҳозир меоям. манам сардор. даромадан мумкин? хуб астӣ? дишаб селен омада будааст, ӯро дида натавонистам. ӯ омада буд, барвақт ба офис рафт. бо як нафар вохӯрӣ доштим рӯз. зуҳроҷон каме суҳбат карда метавонам? намехоҳам. биё рафтем хӯрок мехӯрем. ист каме ба худ ой, бобоят туро ин хел набинад. аҳволам бад аст. инро бинӯш канӣ? бинӯш. ташаккур. каме ханда бикун. ҳа ана ин хел. ба хайр аст, чӣ шуд? чаро ин хел шудӣ? ҳолам бад аст. вақте ки касе ба ман меҳрубонӣ мекунад, дар ин ҳолат боз ҳам бадтар мешавам. аз сабаби фотиҳа? мешавад ку. чӣ гуна ишқҳои бузург дар арафаи тӯи фотиҳа ба охир мерасад? не, бо ин алоқае надорад. биё инро гап назанем лутфан. зуҳроҷон, лутфан мефаҳмонӣ? охир ман дӯсти ту нестам. вақте ки туро ғамгин мебинам, ман зифт мешавам. сами, лутфан хомӯш шав. гап намезанам. майлаш, пас як чиз мепурсам. гарчанде ҷавоби мегирифтагиам хуб аст, бад аст, намедонам. ана ин майлаш, намепурсам, бигзор монад. сами, сафсата нагӯй, бигӯ лутфан. яъне сабаби баҳси шумо бо қарзе ки ба ман додӣ бо он алоқаманд аст? медонистам албатта ки нест. сами, ин бо вай қарз алоқамандӣ надорад. охир ҳамаш омехтааст. лутфан гап назанем инро. майлаш, дигар гап задан намехоҳӣ. аммо кадом вақте ки гап задан хоҳӣ, ман тарафдори ту ҳастам. медонам. илова бар ин фаромӯш накун ки солҳо ҳам гузашта бошанд, ман туро фаромӯш накардам. зуҳро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накардам. ахмақ. ана ҳам ин хел бихам ба ту бисёр мезебад. биё, хайр, интизор ҳастем. ҳали омада истодааст? омада истодааст, дар роҳ аст падарҷон. дар асл ба хонаи он қаҳрамони сохта бояд ҳеҷ гоҳ намерафт. он одамро ҳаёташ дурӯғ аст. домуло? лабе. дурӯғгӯӣ бисёр гуноҳи азим аст, а? албатта ҷаноб. яъне дурӯғгӯӣ ҷаноб гуноҳи азим аст. ман ҳам одами дурӯғгӯйро бисёр бад мебинам. боз мегӯянд ки дурӯғгӯ душмани худост. зуҳро? ба хайр аст? хомӯшӣ? не, бобоҷон, ҳеҷ чиз нест. не, чизе ҳаст. ту аз ман пинҳон карда наметавонӣ. бин, чизе гуфта натавонистӣ. фикр накун ки ба чашмам наметобад. кани ба ман нигоҳ кун. чӣ шуд?
نه بابا جان، تنها کمی خوابم را نگرفتم، از همین سبب. اما که اکرم راست میگویند، چیزی هم نخوردی زهرا؟ اشتها ندارم سمی. زهرا چرا اشتها نداری؟ میگو بسیار خوب بودی. حالا باشد چی شد؟ پدر جان، دختر رو مجبور نکنید. حالا در وقت فاتحه در حیات جان بودگیست. سمی نمک رو به من میدی؟ مرحمت. با اجازت شما برای صبحانه تشکری زیاد. خیر جانم. روز بخیر. به شما هم داملا. خیر داملا. چیکار کردی کیلاس؟ با زهرا گپ زدی؟ کاش که گپ نمیزدم، کارها رو برباد دادم. آقای اکرم آخری هفته ما را طی میکنه. من باشم عروس را خفه کردم. چه؟ باز زغسی ها؟ برادر تو انسانی عجیبی بخدا. حالا هم باز بخدات رشک میکنی ها؟ ای بیا ما شاکر. با بیمارخانه رفته با آن امام سر و کار گیر. اگر به مسجد بیاد کارها برباد میره. مالش برادر. سر و کار میگیرم اما چی خیلی؟ از کجا دانم رو پای بر خیر. اگر به محله بیاد به من خبر ده بربختر. از زود شو شاکر. خیلی بشه. سر پاپوتی توماسشتا برام بعد هم خمیرم بالین سر. صبر کن سلام رو گیرم. دیر نکن که من میرم. سلام علیکم. کجا شدی حالی؟ تو با آن آدمی نمیشدنی شب را چخیر گذراندی ها؟ چرا دیر موندی؟ او زن زده ایستاده است ها؟ بری به من ده. زنک جان تلفن را خاموش نکره، یک لحظه مرا گوش کن، فقط گوش کن. به تو حیات برای من معنی ندارد، مرا فهم. به این کسانی هستن که خوشبختی ما را اصلا نمیخواهند. از همه اساسیشون بابای یک رود. هیچ وقت مرا اهمیت نداد. از دستم اومدگی کارها رو کردم، کوشش کردم. آن بابای یک رود هیچ وقت مرا دوست نداشت. این را تو خوب میدانی. بابایت هیچ قدرم نکرد. اما برای غمگین نشدن تو راضی نبودم. اون راست را پیدا نکردم، گفته نتوانستم. اون وقت من چنان فخر میکردم که حقیقت را گفتم هرگز نمیشد. میفهمی؟ تو را بسیار دوست میدارم علی جان. من تو را دوست میدارم. جناب اکرم مرا گوش کن. دیگر روی حلی را نمیبینی. دروغگوی احمق. در آخر او هم سیمای حقیقی تو را دید کو. آقای اکرم من حلی را دوست میدارم. شما ما را جدا کردن نمیتوانید. گیر. این کار تمام شد. با ادوکات گپ زدی؟ چرا بابا؟ چرا؟ از آن شخص جدا میشوی؟ بابا جان لطفا سرم درد دارد. شما باز فشار نآورید. همین که سرت درد دارد؟ پس من چیزی میگم که سرت را خوب میکند. زهرا را توی میکنم. چرا من خبر ندارم؟ از یک جهت ناگهانی شد. خفه نشو. در این توی هر دوی شما مسئول هستید. تمام. بعد از توی باشد با اونل دیلای جدا شوی میکشایی. تو توی میشود. ما عائله بزرگ هستیم. مالش زهرا جان من به کارخونه رفته ایستادم. بله، یعنی به فکری من هم هر چی زودتر باید رو حوض کنیم. مالش عزیزم تا باز دید. بای بای. خانم سلین خوب هستین؟ با شما یکان چیز شده است؟ دیوانه شده ای چی در داری؟ خانم سلین من در حیاتم مثل تو آدمی دیوانه احمق رو ندیدم.
آخر چرا خودت رو در پیش ماشین میپرتایی؟ نمیفهمم. نه خانم سلی، شما خطا فهمیدید. من با ماشین تو چرا اینقدر آدمی چسبک هستی ها؟ آدم کمی ننگ و ناموس داشت. بیا آخر گم شو از نزدم. من فقط از این طرفی رو با اون طرفی رو بجاشن بودم. بخشش زیاد. واه، برادر توی ما رو دیده ایستاده؟ شوکت او آمده ایستاده است. چیکار میکنی؟ گوش کن، من با مسجد رفته جماعت رو با نماز آماده میسازم. تو این رو به گپ گیر. چخیل در گپ گیرم؟ تو جماعت رو چخیل آماده میسازی؟ عجبا این رو چخیل به گپ میگیری؟ چرا مرا میپرسی؟ آخر یگان چیز میگویی؟ مالش از پس کار شد. برای کار. سلام علیکم بابای شما. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه پیش رو نگاه کن، بازدار نکنی مرا. عذر زیاد میپرسم، عاجلا یک سراغ لازم است، با من یاری میدهید؟ من به اینجا نآمدم. نه گفته چقدر شد؟ مقصد این که از اینجا نیستم. آخی احمد جان، یا اینکه شما راهتون رو گم کرده؟ نه پسرم، چرا که گم کنم؟ من جای میرفتگیم رو میدانم. یک دقیقه، تو اینجا نه اومدی، هم جای رفته‌ات رو میدونی یا که تو جاسوس هستی؟ استغفرالله، من امام هستم. مرا از مفتیات به اینجا فرستادم. امام؟ شما امام هستید؟ بله. به خدا عذر بسیار میپرسم آقا جان. دامولا نفهمیدم، این تاقی سرت موده اینم است؟ تاقی ساخته نه؟ بینت رو تاب داده. استغفرالله پسرم، این طور نگویید. این زخم بوده است که درد میکنه ده، من بیا پفوش کنم. محترم جماعت، در یک مسئله شما را هشدار کرده می‌هستم. روزهای اخیر یک شخص برآمده است که خودش را امام میگوید و مسجدهای اطراف هم رفته است. در این باره خبردار باشید. وقت ما را به عهده نگیرید، من کار دارم، من میروم. آخر احمد جان، شما با من کمک نمیکنید دامولا؟ چه؟ آخر انسان یک کمک میکنه، سراغ پرسیدم جواب نداده، اقلا به سوالهای دینی هم جواب دیه؟ آخر تو کی به من سوال دینی دادی؟ ببینید، حتی این رو پای نبردید احمد جان. بسیار پریشانید، غضبناک میشید، گفته نپرسیدم. خیر، زود سوالات رو ده، جوابش رو گیر. دامولا ببینید، حتی در خاطر ندارید. میپرسم و از غضبناک شدن تو میترسم. با چرا غضبناک شوم؟ سوالات رو ده، من جوابش رو گویم. اینه دامولا نمیکنم. بچم پرس. خیر، من میخواهم فهمم که تو چی میخواهی. پرسم دامولا. آن دنیا خوش، همه ما به آن دنیا میریم کدومولا؟ بعد پس به آنجا رفتن در برمون تلفن برده میتمونیم. بس این کرده بیس این کرده فرق نداره دامولا. دوستم، از آن دنیا به این دنیا زنگ زدنی ها؟ دیگه دامولا گفتم راست برام زود غضبناک شد. من میروم دامولا. مرا گوش کن. اگر کی تو به بهشت روی چی؟ در بهشت تلفن لازم نمی شود، اما اگر که تو به دوزخ رفتی، در آنجا تلفن کار نمی کند. از این لحاظ پسرم نیکی کن تا به بهشت روی و به هیچ چیز محتاج نشوی. خدا رحمت کند پدر و مادرت را. من میروم پسرم، سلامت باشه. تشکر دامولا. بیا دستتون هم نه مرا گناهکار نکن پسرم. من هیچ گناهی باور نداشتم پسرم، مرا سرده، من باید روم. دامولا خفه نشوید، مرا میدونم که به اون دنیا تلفن برده نمیشه. چی باید کرد؟ محترم جماعت، شخص بی‌ضرر است، از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیل مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد، من هم گفتم به شما رسانم. اگر شخصی در باره‌اش گفتم به اینجا بیاید، بعد رفتار نکنید، دلش رو هم نرنجانید، گذارید بیچاره هوس‌هایش رو برآورد. بلش خدایا توبه، عجایب آدم بود است. لیکن چیکار کنیم؟ دامولا، چون این انسان رو من در حیات هم ندیدم. های چیکار کنیم آقای رج؟ با خدا استاد دلم برای میسوزه. های چیکار کنیم؟ این خیلی آدم هم بوده است آخر، اما احتیاط کنید اگر به اینجا بیاید دلش رو نرنجانید. کسی رو که رنجاندی نمازت قبول نمیشه. دامولا، شما باوری دارید که به این مسجد امام تعیین شده؟ یعنی خطا نباشد گفته پرسید. یا خدایا توبه، تو چه خیل گپ رو نمیفهمی دوستم. این کارت از روی آداب نیست. خدایا همه بنده های یک نوت را به نزد من میفرستی. توبه. گوش کن، پیش از تو یک دیوانه دیگر هم مرا گیر گردانده عاقبت فریب داد. سر اگر کردیه من مرا به حال دامولا خفه نشوید، عذر میپرسم دامولا، دردی من خفه نشوید، مرا خطا فهمیده باشید عذر. و شما کمک رسانم، راه نشان دیم،
دوستم تمام یکم بخشش باشه کمبودی داملا سلامت باشی پسرم سلامت داملا یک دقیقه حقتون رو حلال کنید حلال کنید مادرت حلال باشد حلال کنید داملا من رفتم خیر خیر محترم جماعت سلام علیکم محترم جماعت سلام نام من عظیم امام این مسجد نو تعیین شدم اگر خدا نصیب کرده باشد از این بعد نمازهایمان را یک جای ادا خواهیم کرد شخصی که داملازیا گفت انا همین آدم است او رو نرنجانید باز بیچاره در سرش هم بیم پیچانده است سرش رو در یگان جا زده باشد آقای خلیل امک جان در اینجا چه کار میکنید امک جان شما از کجا پیدا شدید مرا زدید مرا جماعتی دیدار است ما باید نماز را بگذاریم ای جماعت یاری دید زدید باید نماز کنیم اگر در نمازی اصل نهایم البته در نمازی شام بیایم آیش بکنم بای من بیایم برادرانی مومین خدا شفا داملا شما در داخل مسجد بودید شخصی گفته اتون همینجا آمد عیناً چه خیلی شما گفته نمو خیلی بوده است چه امام مسجد گرفت خیش اقرباش بالیسه بردنش بله او هم شفا می‌یابد انشاءالله شما بعد رفتار نکنید تا دلش نرنجه بلش داملا جان خدا نگاه کنه مردم حشر بوده استاد 10 سوال پرسم سلطان جان از شما خدمت طلب داریم دعوتنامه های فاتحه لباس فاتحه مهمان خانه تارت فاتحه تا حباب هایش تمام خدمت янга ҳам бо султон камон гап зада истодааст бале او کیست؟ ямак намедонед ташкилотчии машҳури ҷамъият ва тароҳи бисёр ҳам зебо мебошад از اوده کارش میبراید албатта бобоҷон яъне масалан шумо меравед барои фотиҳа чизе ки хоҳед аз а то я ҳама чизро ӯ мекунад интихоб аз тарафи мо мешаваду халос майлаш султон ҷон хайр пагоҳ омада каме намоишатонро нишон медиҳед майлаш бай бай زن چی گفت؟ تا وقتی که ما میخواییم رسانده میتواند؟ رساندن چی گپ خودش پدر جان پگاه گوید پگاه میکند ای آرس گوش کن اگر اکای کنعان با این دختر دیل بندد کارم رسوا میشود من با تو نگفتم این گپ رو ها؟ سردور چی میگویی؟ مینمی که یک بزن او چه خیل زنم آخر همه چیز با زدن نمی شود کمی مکالمه کردن در کار چه خیلی که میگویند انسان با گپ حیوان با چوب نمید تو با این احمق کار نگی اکا با نام الله من یکم گپ نگفتم خودش دروغ گفتن میگیرد آخی نمک من مگر از تو چی شد گفته پرسیدم اکا چینگیز گرد مردک بود ای سنت فیله سردور این کس رو میزنم گوش کن حاضر میزنم که خر بارینده میکنی حیوان نو از زندان بار آمدی باز آنجا میخواهی تو هم با این کار نگیر ای حیوان من با تو دیگر خلکر میزنم فهمیدی انتظار شد دمتون را گیرید خانم سلین آمده ایستاده است غلا غلام نمیخوام جنتلمن شوید دویده در را کشو یک طرفی خودش چی گپ سلین جان خوش آمدی عزیزم چی شد چی میخواهید درباره یک کار گپ زدن آمدم درباره کار شما این خیلی رو هم رو گرفته درباره کار گپ زدن میخواهید این چی سفسط است دختر این چی گپه را بریدنش این چی خیل گپه این اگر شود یک واخوری گرم نامیده میشود دیگر هیچ چیز نیست لطفاً خانم زهرا با خوردن را در داخل آفیس معقول میداند من باشم با شما در داخل آفیس نیو در اینجا با خورده گپ زدن خواستم مایلش چی میخواهید مرحمت خانم سلیم برای خودم را با شما خوب فهماندنم لطفاً به من فرصت دید یک جای یک خوراکی شام خوریم خوراکی شام من و شما خوبه اگر زید نباشید بسیار خرسند میشم یک چیز رو گویم شما با اینها خوراک خورده میتوانید غمگینم اما من نمیتوانم از آنی که با من خوراک شما میخورید با درد دستتان مشغول شوید بسیار خوب میشود
ای خدا همه کسلی ها به من میچسبند. तुमको भी है खबर मुझको भी है पता اکا کانون हो रहा اکا اکا है जुदा दोनों का اکا خوب هستی؟ रास्ता بگو شد او چی گفت؟ این کارمش میگذرد. مرده کارتا کلاست اکا بدیل نگیرید، این کارمش میگذرد. مایلش عزیزم تشکری زیاد بای بای فاروق تو هم مانند نفقه خوران نشی نوخیر خسته یگون چیز کن چیکار کنم تولین؟ مثلا برای خودت کاستیوم شیم گیر از موی سرم کاستوم بروکی زیاد دارم، یا تاش رو میپوشم داخل. عقلت کار نمی کند فهمیدم تو امروز بسیار سیرکار هستی. خوبترش از نزد چشمانی تو دورتر گردم. خوب می شود سمی در کجا می گردی؟ چی شد؟ از سحر باز نمیتابی؟ از خفای کار و بار با خارجه تلفنی یک چند صحبت داشتم. از اونی که در اینجا میمونم اکنون کارهای آنجا رو آیسته آیسته محکم کردن لازم است. تو کی آمدی جانم؟ کمی پیشتر آمدم. فاتحه داریم ها، همین طور همه جمع میشوند. البته در حقیقت من برای این فاتحه بسیار خرسندم. یک فکر کنید زهره فاتحه میشود و این حادثه در یادی من تا ابد نقش میبندد. تو در حقیقت از آیله دور شدن زهره خرسند هستی؟ بله، من امیدوارم که او خوشبخت میشود چون که زهره به این ارزنده است. تو فکر میکنی که با این آیله داری زهره خوشبخت میشود؟ زهره از خرسندی پرواز میکند مانند شپرک. عمر عشقش مانند عمر شپرک نشود. نمیشود، آنها بسیار خوشبخت میشوند. من این طور فکر نمیکنم. خاله جان، مناسبت های تو بد شده ایستادن کن. مناسبت همه همین خلاص گفته فکر میکنی. از همین سبب تو اینقدر وقت چرا به اینجا نمی اومدی؟ در کجا بودی؟ کاش کمی بر وقتتر می اومدی. گذشتگان گپی گفتم، پیسمات گفتم. اوف، من از نشستن بیزار شدم از سحر باز. کمی بر اومدن نگردیم سمی جان. عزیزم بسیار میخواستم و میدونی کار میکنم. مالش وقتی به کارخونه رفتم به یک قهوه خونه در اومده قهوه می نوشیم. چی گفتی؟ پس من تیار شده میایم. مالش انتظارم. من رفته یک زهره رو خبر گیرم از حجرهش تماما نمی براید. خوش آمدی. از همه گریخته در اینجا نشسته تنبلی میکنی؟ چقدر شد در پایان بودم تو رو ندیدم. چرا در اینجا تنها نشسته؟ چیزی تو رو ناراحت میکند؟ خوبم اکا. تو چی خیلی؟ مناسبتت بای از نام چی خیلی است؟ هی زهرا جان ما رو یک طرف گذار. تو امروز چیکار میکنی که نگه بزن؟ هیچ چیز کتاب میخونم. های سفسطه نگوی زهرا، چقدر کتاب خواندن؟ یانگم تیاری گفته دیوانه شده است. بابایم از تلاش فاتحه در حرکت است. تو در اینجا این خل میشینی؟ گوش کن، من از اول به تو گفته بودم اگر در وقتش رفتن نبینی در سال 2016 از همه فاتحه بد رو گذرانده از همه کلینی بیزیب میشوی. گفتم مانم. یانگم به تو تیاری دیده شده است؟ بله. آی در اصل تو عجیب هستی زهرا. چقدر آرام بوده میتوانی نمیفهمم. با من نگاه کن. وای خدا ملازیو در بینتون یگون چیز رخ داد. گنده خفم کرد. این دختر راست میگوید. این حالم رو بین. البته عید دارم مگر من شخصی هستم که رحمم کنم. با چی حال گرفتارم کردی کلتا کلاس؟ ای تو مرا با چی حال آوردی؟ ای کلتا کلاس قورت جهنم شود. چرا مردی احمقه؟ چرا مردی؟ تو را از مزار برآورده زنده کرده میکشم. نمک مرا پیش قبری کلتا کلاس برید. قبرستان؟ بله، او را از مزار برآورده یک تیر زنم شاید کمی آرام شوم. نباشد به این حال میمورم. اگه نکنید من از بودها بسیار بترسم. دمت را گیر احمق، گویا که تو او را میبراری. اگه این کار گناه نیست؟ گناه؟ اگه البته گناه است. او مرده است، چی او رو تیر میزنی؟ اگر زنده میشید این دیگر گپ بود.
ба худо гуноҳ аст. ای پسر از کجا برآمد این گناه پناه؟ باز برای من داملا شده و فتوا دادن آغاز کردی احمق آی نمیر. تو به این مسئله ها کار نمیگرفتی اما از ترسد این را گفتی ها؟ نفهمیدم نگویی باز. اما گناه گفتی که بلا زند به باطینم شبهه آوردی. یک به پیش داملا زیار رفته این را پرسیم کنی گناه هست؟ آرس ما را به نزد داملا زیا ببر. شما حالا هم نرفتید؟ نه میلیس رو انتظارم. زهرا چه خیل است؟ خوب نیست. با حجرش در اومده مجله خونده ایستاده است. از چیزی رنجیده است. عقلم به تو یگان چیز نگفت. مانندی همه وقت به من هیچ چیز نمیگه. با من هم نگفت و با فکرم با داملا زیا کمی جنگ کرده. جنگ کرده؟ ای اونقدر جنگی کلان نیست با فکرم. آخر این خیل چیزا بین دل و ها رخ میدهند. بابایم برای این فاتحه بسیار سراسیم است. کمی وقت گذرد آخر. شاید اویلادور شوی رو رد میکنند. خیر چی دونم. من از اول فکر دارم که آنها به یکدیگر موافق نیستند. از این سیادهای زهرا هم آنقدر باوری ندارم. داملا زیا آدمی خوب است. زهرا رو دوست میدارم میگوید. چی دونم بسیار کاری مشکل. تیار شدم. بسیار انتظار نشده؟ عزیزم ما تو رو انتظار میشویم. تو به یگان آرایش و توارایش و مکیاژ احتیاج نداری جانم. بسیار هم خوب گفتی. تو جانم از جای خوبت خسته راست به بیرون برو. زیبایی تو زیبایی طبیعی است. خیر رفتیم دیر کردیم. خیر با شما استراحتی خوب. تا بازدید. بیا حضرت دستم بگیرم. قزا شوکت اینجا بیا. اکا کنان چیه شما؟ چند وقت شده محله ما رفته چی بکو خوش اومده؟ ای در وقتش اومدی ها. نمک علم چنان پیش رفته است که دکتران آدمی زنده را مرده میکنند. من دکتر چی بکو؟ من نفهمیدم. یکم خدمت کنم اکا؟ خر برای خدمت میکنی. خر برای خدمت میکنی. چی بکو؟ ای شوکت بار همین که تو را کشم عصبم آرام میشود. کش مرا میکشی؟ چی بکو؟ این کشتن باز از کجا برآمده که جانم؟ شما شوخی کرده سنه که جانم. چی بکو؟ چی خیلی شوخی حمق؟ تو در این دنیا زیادتی هستی. من تو را با دستانی خودم میکشم. اکا جون از دست شما بر این آدمی با آبرو مردن شرف و افتخار است. لیکن مرا میکشی چی بکو؟ ای بچه تو با من چیکار کردن میتوانی؟ تو کیستی که با من نگان کار میکنی؟ تو کلتکیلاست دوستی نزدیک نبودی ها؟ بله بودم. آن را کشتن نتوانستم. اقلا تو را کشم راحت کنم. اکا جون آدمی مرده را کجاش رو میکشی خیر؟ مرده رفت اما ضرری که به من رسان حالا هم در یادم است احمق. اکا قسم میخورم که کلتکیلاس گفتنی دوست ندارم. من او بر وقت وفات کرد. من تنها یک دوست دارم او هم داملازیا است. میدونی داملازیا ما را بسیار دوست میدارد. تو هم داملازیا را بسیار دوست میداری. باید مرا هم دوست داری برادر. داماد را گیر. خاموش شو. نمک این را گیرید. در باری کلتکیلاس گر کنید تا در آخرت هم جدا نشود. کنی راگر یک دقیقه با کجا میبره؟ این مرا سرده؟ اکا کنون با خدا که من هم همین روز پیش تو آمدنی بودم. میدونی؟ همین خیلی اکا شو آخر اکا جان من دست شلوغ شما رو دیده غمگین میشوم. آخر با اکا کنون جانم این حالت ها نمیزیبد. میخواید اکا دستتان شفا یابد؟ نمیخواهم مگر آنقدر میخواهم که شوکت. به خدا اکا من حال تو رو بسیار میفهمم. انا آن داملازیا هست کو؟ خیر دم دارد اکا. خونده پوف میکند بیمار شفا مییابد. هیچ شوخی میگویی؟ به خدا اکا یک آدم پیشو کردن نمیتونید خوندش رنگی فانتان شید. به خدا؟ بله اکا او این کار رو میکند اما اون امورش رو اونقدر دوست نمیدارد. شاید اگه سبب داشته باشد من نمیدونم. راستی گپ مرا تنبیه داده گفت که به هیچ کس نگویم. اما من این حال تو رو دیدن نگویم وجدانم راحت نمیکند اکا جان. درست میگویی؟ اکا مردک بوری اگه اون کس تو همه روز دروغ گفتن مرا دیده است؟ بچه‌اش من دیدم میگم یک آدم رنگ تنگ کجله بود
امور خون کو گردنش راست شد مرد گوین از دیولا کو دویده میبرد با خدا اکا برا بخونم همین دست تو سوز نشود که من نامرد تو قسم بخورم دروغگو خدا بزنم اما یک گپی مهمی دیگر است. چی گپ است؟ گپش بروزی شما گفتن نمیتونم بکنم. چی گفتی؟ خیلی دور شوید گم شوید حالا استوا اما گفزن کنی گویی که چی بوده است؟ چلاق چی خیلی گرد دادیسی پیش مدن؟ تو چی رو گفتیست؟ اکا اما وای دختر گفتم سر و سیما نشد یه روز با پانجاش انم خیروی مرا خروشید اکا یا چی بگو؟ انا چیه؟ دومولوزیوه که چند قدره که پول زیادش بتی که همون قدر دم و نفسش زیادتر بلندتر می شود دمش در او فایده میکنه دومولوزیو؟ بله اکا ای بچه تو ما رو سیاد کنی من تو رو غرقی پول میکنم غرقی پول اما اینگه بین خودم مونود میلش چند پولتی؟ اکا این چه سوال است دیله چند قدره کشد هم قدر بتی مهم سلامتی است اکا جان سلامتی باشد همش میشه بخواه تو چی کار میکنی ای بچه؟ اکا خفه نشد دویری های نوپرویده ای میگن ای روسیا اما پولی داده اکا کنان رو شمردن عیب است رحمت اکا جان خیر اکا جان وقت رو صرفه نکردم من رفته دومولوزی ها رو خبر دیم شما رو نجات دادم بازیم است میل شکر اما اکا باز درباره پول به دومولوزی ها یکون گپ نزنی که فهمد اصلا دم نمیکنم گفتمونم من میدونم او شخص قانونی است نمیخونم تو خواهتر نشو دومولو مرا خونده دم کند دوستم من تو را غرق پول میکنم غرق پول یا تابا تو خواهتر نشو خیر نباشد که من رفته در این باره با دومولوزی ها صحبت کنم اومده خونده دم کنم اما که بسیار مهم دومولوزی ها درباره پول عموما هیچ چیز نفهمد نمیفهمد گفتم یا بین خودمون سلام علیکم او دومولوزی ها نامش رو گیرو یک دقیقه دومولوزی ها خوش آمده دومولو در کار نیست آقای کنان من آن مسئله را با دومولوزی ها گپ زنم در اون باره معلومات دادنم در کار دومولو شاکت اینجاست برادر او را گفتم که دومولوزی ها تو را میخواند دست از شفا میابد شاکت تو مگر عقلتو خوردی چرا این خیلی وعده میدی برادر این کار را مگر برای راحت کردم او گفت که میکشم در چشمانش مرگ رو دیدم اگر او گوید میکشم میکشد ای شاکت من خدا از مجبوری کردم اخیر رفتیم کاری دنیا به همین ما و شما هم بود میشود شینه سلامتی سوزه خدا با شکر خدا با همین سه بار اومدیم در خونه نیفتیم در کجا میگردیم امید همه زمین های شما هم با همین درو کنیم پرسیم الله زمان یا اوقات که زمان نه اکای سیدی موز اوقات در کن نیست با چی با؟ نم یک پیوله چون میگیریم میخیزیم برای که زمین ها موندگه دو روز پس هوای خیلی نیسته یک چوینی چوی همون چوی آوردگیم یک تدم که بیارم یک چوی همون اکا جا زمین یکون آواد خدمایم اتبیا ما نوبت فعبت بازی ندمو اول نوبت هم بسوکی امیر ما دینم از لیاب کردیم هم دودری باید و دینا دارم پیش ای برادر گوش که همین زمین های لب همین سر میشه الا رفتن میگیرم برادر فهمیدم به همین جنجال کنی اومده شما ای با جنجال نکنم همین دینا یک چوی بهترین آوردم خب یک پیوله چوی میزنیم مسئله خودش کنی همون چوی کنی زنک جا بیا صدقه بیا میدونی که دسته چوی بیار من میگم نصیب باشن تیز همون چوی تمام یک چوی یکم پیوله بده بخیر کنم چوی تعریف کردن نوشیدوانی من؟ چه زنه
کنی اکه الدین چی تام دارن؟ نه چوی تعریفی مو کنی اکه جوره خانم شما ده اکه شما کنی آمد اوشا گیره خوش اومده برادر عزیز گیره خوش اومده برادر زنگ همون گوده که گیره پیش و اکی بود یکون چیز نجیخه چون چخیلی بود کیسته جمعه پاگوی گرفتی چویا؟ چویا پاگوی؟ دینه زنگ جو همون گوده که گیر وسونو بعد بکو یک اوقتا که سبو خط کنی ادو کچ که بکو نه یکا در کار سم خود در کار چای خوبو؟ آها تعریف کرده بادرگی تعریف کرد که هم یا بوی غلیظ داره یک بوه که میکنه یک خطون یانوش یه دینه باید فروشه یا بروشه اینه خدت بنده یا بروشه تعریف کرد که دینه همین اینه بنده یا برو دینه مو خورده اینه دیدی؟ اینه همین فروشنده بوار که برای همین برون به سعودی رو گفته تمام میگه پا قسمای دنیایی رو میخورن که همین بار به سعودی رو بده چوی خیلی اگر دینا مو همین قطعی اویلم چوی کردیم خوردیم به مزه بود یه میمونو میبخشه اوچی حاجی مراد نست که چوی مدام کرده